سلام خدمت دوستان عزیزم. خیلی خوشحالم که یه ویدیو دیگه از کانال منو انتخاب کردین. این ویدیو دومه. تو ویدیو قبلی در مورد این صحبت کردیم که به چه دلایلی ما میتونیم به محافظه‌کاران رأی بدیم. تو این ویدیو میخوام در این مورد براتون صحبت کنم که اگر ما همین حزب آقای تورودو لیبرال ها که الان یه تغییری در رأس قدرتشون هم دادن، میدونم نماینده ها همونن، اگه انتخاب بشن همین نماینده هایی که فقط رهبر حزبشون آقای تورودو بوده، آیا این انتخاب به ما میتونه چه کمکایی بکنه؟ یعنی ویدیو در مورد اینه که اگه همین فرمون رو ما ادامه بدیم چه اتفاقی میفته. و بهتونم گفتم تو ویدیوی قبلی، من اصلا از این قضیه که اکثر یوتیوبرهای حتی مطرحم این قضیه رو توی آلمان یا آمریکا شروع کردن که حتی 8 و 9 تا ویدیو هم میذاشتن، مثلا 8 تاش این بود که اگه به ترامپ رای بدیم اینجوری میشه خوبه. من اومدم نقاط قوت هر حزبی رو براتون گفتم و اینکه خودتون انتخاب کنید. و نکته آخر، حتی ایران هم همینه. اگه شما یه کلیتی رو قبول دارین یا اصلا اونجا رو انتخاب کردیم، اون کشورها، چه ایران چه کانادا چه آلمان و چه امریکا، این انتخابا قطعا مؤثره. کلا تو هر کشوری، حالا حتی ترکیهش هم انتخابات برگزار میشه، تاثیر داره. ولی من میگم که در بهترین حالت این قضیه میتونه مثلا 10% روی زندگی شما تاثیر مثبت یا منفی بذاره. پس با من تو این ویدیو باشین که ببینم بهتون بگم که این لیبرال ها چه حسنی برای ما خواهند داشت. مهم در این دلیلی که من میگم که چرا ما باید به حزب لیبرال رأی بدیم، اینم که میگم کسایی که رأی میدن این دلیلشون به نظر من کاملا موجه. مثلا من الان 5 تا نقطه قوت میارم برای حزب محافظه‌کارم، حالا 4 تا یا 6 تا آوردم. باید شما ببینید تو زندگی خودتون کدوم به کار میاد. مثلا مالیات کمتر توی حزب محافظه‌کار یه داستانه، تو این حزب یه داستانه دیگه است. خب حالا ما میرسیم به نقطه قوت اصلی لیبرالا که من ندیدم کسی جایی بهش اشاره بشه که کانادام این قضیه توش یه چالش بود. قضیه بیکاریه. لیبرال ها از 2015 که اومدن تا همین امروز که من صحبت میکنم، 1 ماه قبل از کرونا، یعنی حداقل 8 مارچ و فشار زیاد اکثر کشورهای دنیا، 2 مارچ 9 مارچ قرنطینه‌های سنگین، حالا بعضیا مثل استرالیا 2 سال، بعضیا مثل کانادا 1 سال به شدت زیاد، حالا نیوزیلند 2 سال، آمریکا 6 ماه قرنطینه شدید داشت و اصلا همه چی تورم، بیکاری اینا تغییر کرد. تا 1 ماه و نیم قبل از اون، یعنی تا آخر ژانویه، و این قضیه 8 مارچ بود، بیکاری رو تو کانادا به 5.5% رسوندن که 2019 سال 1979، یعنی سالی که توی ایران انقلاب شده، از سال 1357 تا سال 1397 هیچ موقع بیکاری کانادا 5.5% نبوده. و حالا بهتون بگم چرا این قضیه مهمه. چون مخصوصا اینجا یارانه یا چیزای ارزون اینا مثل ایران نیست و اون حمایتی که مردم از فرزندانشون میکنن، مخصوصا 20 سال پیش، خیلی با زندگی شرقی فرق داشت. یعنی اینا حتی بعضی از 14-15 سالگی پول خیلی کمی، به پول امروز ایران هم که بگین واقعا در این حده. به فرض کنید به یه بچه 13-14 ساله اول دبیرستانی 15 ساله بگین مثلا 1 میلیون، نه تنها پول تو جیبی ندین، چون کار زیاده اینجا، کار زیاده، بهش بعد 300-400 هزار تومن هم پول الان میگم اینجا هست. یعنی بعضی میگن $50 هم با پول کرایه خونت هم به بچه مثلا اول دبیرستانی بدی. اون حمایت هایی که مثلا توی ایران هست اینجا اصلا وجود نداره و بیکاری باعث میشه که مثلا هر
آمارا هست، چه توی کانادا چه توی آمریکا، هر 1000 نفر 2000 نفر که بیکار میشن یکی میره خودکشی میکنه، خودش رو میندازه ریل قطار. حالا اصلا بگیم چه از یه سری کشورهای با مشکلات زیاد کمتره بیشتره این قضیه. وقتی که بیکاری میشه مثلا از هر 1000 نفر یه نفر میره خودکشی میکنه. اینقدر قضیه مهمیه و خود من اینو به یاد دارم. خود من اون کاری که دوست داشتم بعد از دکترام بهش برسم و خیلی اذیت شدم و من 2015 اوایل 2015 قبل از اینکه اصلا آقای تورودو فکر کنم انتخاب بشه از دکترام دفاع کردم و من 1 سال مثلا همون به صورت آموزشی مثلا تحقیقاتی با استادم کار میکردم، خیلی حمایتم که با یه شرکت کوچیکی رفتم و من رفتم نرخ بیکاری کانادا رو دیدم. ببینی از 7 و خورده حتی تو اون زمانی که دلار کانادا 1 به 1 بود، به خاطر اینکه سیاست های حزب محافظه کار فرق داره و بیشتر روی 10% بالا 1% بالاست و مثلا الان تو بخشای بعدی ویدیو میگم این آقای سگ همسایه هم از ما ترسید، سیاستاشون فرق داره. لیبرال ها حالا بعدا میگم رو درآمدهای 90 تا 200 هزار دلار مالیات میدن. ما خیلی از هموطنانمون مثلا چون موفقن برای درآمد 200 هزار دلار به بالا بله حزب محافظه کار خیلی بهتره. حالا پس من این نکته‌ای که گفتم یکی از ویژگی‌های بسیار مهم این حزب بود. الان توی سوئد برای اولین بار بیکاری به 10.5% رسیده شده، الان که صحبت میکنم 9%. بگم کانادا هیچ موقع اینو نداشته ولی الان دوستان تو سوئد میتونن بگن. اینجا چون میگم اون حمایت هایی که افراد مثلا چه از پدر مادراشو مراقبت کنن، چون پدر مادرها حتی از یه بچه 21-22 ساله مراقبت بکنن اونجوری نیست. بیکاری میگم حتی اگه ببینین رفاهتون از ایران هم بیشتره، خرجا اینجا قبض‌ها آب و برق و گاز بیمه ماشین اینا چون سوبسید نداره شاید هزینه ها 3 برابر ایرانه. برای کسایی که مثلا پس اندازن اول کارشون خیلی شاید درآمد حتی 10-12 برابر ایرانه، بگیم رفاهمون در نهایت بیشتره. ولی مثلا برای یک کسی که یا تازه 1 سال رفته سر کار یا 3 سال خونش هم خریده خونش رو از دست میده، مثلا تو اون بحران 20 سال یه بار بخوره، خیلی بیکاری اینجا موضوع مهمیه و این یکی از نقاط قوت لیبرال ها بوده که هیچ کس بهش تا حالا اشاره نکرده بود. نکته دوم اون قشر میانه رو تو این زمینه، حالا شما میتونید بگین که اصلا اینکه جی دی پی کانادا مثلا رشدش از کشورهای دیگه کمتر بوده این قضیه حتی به ضرر ما شده. مثلا ما اگه این حزب نبود سالی به جای 2% اقتصادمون 5% رشد میکرد، یعنی این جبران میشد. ولی توی یه حالت برابر مالیات رو تا درآمد 90 هزار دلار اینجا براکته، یعنی مثلا تا 40 هزار دلار از شما چه میدونم 10% میگیرن، مثلا درآمدتون تا 60 هزار دلار باشه از اون 40 تا 60 هزار دلار یه براکتی داره. آمریکا، کانادا، انگلیس و کل کشورهای اروپایی به این شکل. این دوستان اومدن مالیات 90 هزار دلاری و یعنی تا 90 هزار دلار درآمد، یعنی تا ماهی 7500 قبل از مالیات رو اومدن کاری که کردن همون روز اول، یعنی جزو پلن‌های سفت و سختشون بود، همون اول که به قدرت رسیدن سال 2016 کردن 20.5 یعنی از 22%، یعنی 1.5% شما حساب بکنید روی درآمد 90 هزار تایی مثلا ماهی 150 دلار شما مالیاتتون کم شد. و مالیات حالا کجا میارم مالیات چیزو زیاد کردن، حالا این میتونه نقطه منفی هم بشه. اگه کسی هستی مثلا ایرانیایی هستن که 5% 10% ایرانیا حتی کارمندم، پزشکن، دندون پزشکن، فیزیوتراپ با درآمد بالان،
من حتی دوست کامپیوترم سراغ ندارم. درآمد بالای $200,000 رو این عزیزان اومدن 3% مالیاتش رو بیشتر کردن. یعنی کسایی که بیزینس های عجیب غریب دارن و بیزینس هایی که مثلا پزشک خیلی مطبش بزرگه، 4 تا دندون پزشک هم زیر نظرش کار میکنه، مثلا داره $500,000 در میاره، از 200 تا $500,000 رو، اون $300,000 رو ضرب در 3 کنین $10,000، یعنی داره ماهی $1,000. حالا کسی که درآمدش ماهی $40,000 مثلا با مالیات یه مبلغی شده، 30,000 تا شده یا 25,000 تا شده، میشد 24,000 تا. یعنی قشنگ کسی که درآمدش 400-500,000 دلار رو $1,000 زیاد کردن. یعنی این قضیه باعث میشه که حالا خیلی هم آدمای عجیب غریبی نیستن، پزشکن، دندون پزشکن، اینا مسلماً شاید ماهی $200 $400 $500 پول کمی نیست. پول حتی یه بنز ساده، یه تسلا ساده خریدنه، یه لکسوس خریدنه، مثلا برای مثلا حالا همسرشون یا فرزند کوچیکی که دارن، پول کمی هم نیست. مالیات احتمال خیلی زیاد اگه حزب لیبرال نباشه کاهش پیدا میکنه. ولی این چرا نقطه قوتشون شاید 80-90% ایرانیا دیگه درآمدشون تا 90,000 تا که شامل همه میشه و کمتر کسایی هستن. حتی توی امریکا، کانادا خیلی تعداد کسایی که درآمدشون بالای سالی 200-250,000 دلار خیلی ناچیزه. یکی از چیزایی که تا حد زیادی هم درسته و ایرانیا بسیار ازش شاکیان، خدمات پزشکی اینجاست. ولی اگر دقت بکنید، چه از لحاظ کیفیت چه مواد، یعنی همون کیفیت ایران رو داره، حتی تمیزی، وقت شناسی، دندان پزشکی. و ایران دندان پزشکیش هم مشکلاتی داره. مثلا اگه پزشکیمون واقعا تا حتی کشورهای منطقه و خارج با قیمتی که میگیریم ارزنده است، دندان پزشکیمون کیفیت خوب یا خیلی خوبی داره. ولی کانادا هم بسیار دندون پزشکی خوبی داره، چه کسایی که ارتودنسی کردن، چه مثلا دندونشون رو، حتی عصب کشی مشکلات کمتر. دکتر عمومی خیلی امکاناتشون از دکتر عمومی ایران 10-15 سال پیش و الان بهتره. ولی قیمت ها حدوداً یه پر کردن اگه مثلا دندون خیلی عقب نباشه $300-320 کاناداست، دندونای خیلی عقب باشه، سطحش بزرگ باشه $400 هم من دیدم. خب شما حساب کنی میشه 30 میلیون. یه دکتر خیلی گرون قیمت هم تو ایران 4-5 میگیره. یعنی شما بخواین خوشبینانه هم ببینین 7 برابر ایران هزینه های دندون پزشکی در کشور کانادا. و آقای تورودو که اومد، و این برای من دغدغه نیست، من تقریبا از ایرانم ارزون تر، من تازگی ها به خاطر بیمه شرکت 80 هم کردن 90%. و من شما بگین که گرون ترین دکترام اینجا اولا نرخ ثابته، یعنی دیگه بیمه شما نمیده. اینم فرقشه با ایران که مثلا پر کردن بین 2 تا 5 میلیون توی ایران. اینجا چون درآمد اینجا اینقدر گرونه، بیمه ها قبول نمیکنن. مثلا اگر الان عرف ایران 2 تا 5 میلیونه، فرض کنید یه حد وسطی میگیرن 3 میلیون. یه عده بسیار ناچیزی از دکترها هستن از اون مبلغ بیشتر میگن و هر چقدر بیشتر بگیرن باید 100% رو خودتون بدین. و این الان باعث شده که من حتی از ارزون ترین دندون پزشکای ایران که تو دانشکده ها و دانشگاه هم کار میکنن، کارورزان، خدمات دندون پزشکی برای من ارزون تر بشه. ولی کاری که لیبرال ها کردن به خاطر فشار حزب NDP، برای افراد بالای 65 سال هم که دیگه کارمند نبودن بیمه دندان پزشکی در نظر گرفتن و برای افراد با درآمدهای خیلی کم، فکر کنم زیر $60,000 تا یه حدی، برای یه سری خدمات اولی حتی پر کردن و تمیز کردن دندون و جرمگیری بیمه در نظر گرفتن، رو همون تکسایی که از درآمدهای بالای $200,000 میگیرن. اینم قطعا حزب محافظه کار بیاد، قطعا که نه به احتمال 90% قطع میشه یا کمتر میشه. نکته بعدی اینه که حالا شما تو احزاب محافظه کار حتی توی امریکا اینو زیاد میبینید که صحبت میکنن مالیات کربنی که اینجاست، کارهای زیست محیطی.
خب احزاب محافظه کار که بیان الان یه شعاری که دیگه من هر چی محافظه کارم موافق باشم با این موافق نیستم دیگه. تو دبی هم که این مسائل براش اهمیتش کمتره تو کشورهای پیشرفته دیگه نی پلاستیکی رو دارن کنسل میکنن یا دیگه اونا هم امسال کردن. مثلا یکی از شعاراش اینه که دوباره در مکدونالد ها و مثلا مراکز فست فود و غذاهای آماده شما میتونید نی مثلا چوبی، نوع یه بار مصرف چوبی و دیگه بیخیالش شین و بهتون نی پلاستیکی بدن. ببینید و تا مسائل استخراج نفت که من گفتم نقطه قوتشونه، ولی اینم در نظر بگیرین. گفتم برای این خوبه این استخراج نفت که دیگه 20 سال دیگه احتمالاً نفت حذف میشه، چون در اختیار شاید به جای 40 کشور فقط 5 کشور، اصلا به نفع حتی ابرقدرت هم نیست، حتی چین و آمریکا ببخشید که مثلا اقتصاد نفتی باشه. پس کانادا خوبه که همین الان همین آقای کارنی هم یه سری از سرمایه‌گذاریاش خارج از کانادا هم تو بروکفیل با پول مردم یه نیروگاه خورشیدی میسازه و پولام زیاده، 1 ساله تموم میشه. مثلا مثل ایران حساب کنید، حالا اینجا دلار چون مثل تومن نوسان نداره، مثلا شما تو بانک بذارین پولتون 2% بهره میدن، بعضی یه سری صندوق ها میگیرن 6%، 7%، اینا میرن سرمایه گذاری تو انرژی های پاک میکنن. مثلا تو آلمان انرژی برق با نور خورشید تولید میکنن، یا تو امارات یا تو کانادا و امریکا با پول مردم کانادا بیشتر میگیرن. و وقتی که ایشون تو حزب محافظه کار هم قدرت بگیره این اتفاقا میفته و این زیرساختا باید تو همه کشورهای دنیا، امارات هم داره شدید میره پیش، یعنی حاکم دبی هم سرمایه‌گذاری عظیم کرده، میدانهای بزرگ پر سلولای خورشیدی داره و الان قیمت هم 1/10 شده نسبت به قبل، خیلی ارزون شده به دست آوردن انرژی از انرژی خورشید. و این راهیه که باید بریم و با حزب لیبرال ما بیشتر آماده میشیم و حتی ماشین های تمام برقی، نه هیبریدی که مثلا 40 کیلومتر هم با برق، ماشین هایی مثل تسلا یا ولوو تو کانادا الان حتی از آمریکا هم کمتره، جدیدن شده 13-14%، یعنی از هر 7 نفر 1 نفر خودرویی میخرن که بنزین 1 قطره هم نیاز نداره این خودروها. و الان حتی تو این زمینه کانادا از آمریکا هم عقب‌تره و این راهیه که ما باید بریم، حالا سریع‌تر بریم از دنیا جلوتر میفتیم. خیلی از دوستان میگن ما 2010 بودیم، 2005 بودیم، خونه خریدیم با این نرخ بهره، اونجوری اینجوری، مزایای حزب محافظه کارم دیدیم. ولی من بذاریم به عنوان یه خارجی بگم و این ویدیو به این معنا نیست همینجوری که گفتم شما بریم به حزب لیبرال رای بدین، دارم این یه خوبیای واضحش رو میگم، یا ویدیو قبلی نبود که بریم به حزب محافظه کار رای، ولی یه چیزی که واضحه برای من و شمایی که مخصوصا اروپایی هم نیستیم، هندی، ایرانی، بنگلادشی، حتی اوکراینی هستیم، من حتی روزها، من اینو هیچ موقع یادم نمیره دوستان عزیز. همین الان من به خیلی عزیزان میگفتم، عزیزانی که حتی 1 ملک، 2 ملک، 3 ملک دارن ولی ملکای ارزونه در ترکیه که یکم معدود کشورهاییه که ما ایرانیا ویزا نمیخوایم بگیریم، حتی 2 تا 3 تا ملک هم دارن، بیشتر از 3 ماه اجازه زندگی در یک دیدار ندارن، بعد خارج شن، شده 1 روز 5 روز دوباره وارد شن. دوستانی میگم که مثلا ملکاشون ارزونه، اون شرایط اقامت موقت یا شهروندی رو نداره، ولی شما وقتی که حزب لیبرال اومد، به خانواده خودم، پدر و مادرم و خیلی از دوستام ویزاهای هیچ کشوری تو کره زمین به شما ویزای 5 ساله میده. منی که برای دکترا اومدم، هیچ موقع یادم نمیره نماینده محلم هم تو اتاوا محافظه کار بود، حتی گفتم حاضر نبود، میگفت خب ایرانی هم که هستی هیچی، من اینام دیدم، یعنی تو همون اتاوا دیدم. با منشیش که صحبت کردم گفت حالا میریم میگیریم، ولی این نام تشویقی هایی که نماینده های لیبرال بیشتر میدن و نمیدن.
و به من ویزای چند ماهه دادن، با اینکه 5 سال دکترا میخوندم و توی اون فرق داره، توی فرودگاه به من مجوز تحصیل 3 ساله دادن ولی ویزام 6 ماهه بود. مثل دوستانی که تو آمریکان، سختم نیست ولی یکی دو تا از دوستان حتی هم دانشگاهی ما که خانومم بودن، حالا تنبلی هم کردن، ویزاشون 6 ماهه بود. مثلا مادر بزرگشون فوت شد، پدرشون فوت شد، حتی 40 هم نرفتن، چون ویزا همون موقع هم که شما اپلای میکنی، الانش هم همینه، یه موقع 2 ماه 3 ماه طول میکشه و خب تا ویزاتون نیاد، ویزا برای ورود به کاناداست. مثلا یه آلمانی با من اومده بود، فقط اگه بیاد اینجا تحصیل یا کار بکنه از پاسپورتش غیرقانونی استفاده کرده، ممکنه اذیتش کنن ولی برای ورود ویزا نمیخوان. مثلا اونو یادمه چون برای لیسانس اومده بود، 18 سالش هم بود، به اون حتی مجوز تحصیلش رو 1 ساله دادن، ولی اگه براش یه اتفاق ناگواری بیفته چون ویزا نمیخواد میره میاد. من یادمه خیلی از بچه‌ها زمان حزب محافظه کار سال 2008 2009 میگم برا ما خارجی ها این یه چیز مسلمه. حالا چیزای بعدش هم میگم، بله یه عده‌ها میگن شاید مهاجرای بی‌کیفیت هم بیشتر میشه، اون درست، ولی اصلا شما آقا پروفسور دانشمند میلیون ها دلار پول بیار توی کانادا، برای شما این احساب اینش قطعا باتون رفتار بهتری میشه. برای شاید یه مورد 2 مورد نشه، ولی افراد زیادی هستن که زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. یه نمونه دیگه براتون بگم، شهروندی، من هیچ موقع اینا رو شاید الان کسی هم یادش نباشه، حالت ساده داشت و فردر پروسسینگ و میگفتن این رندومه، یعنی هیچ کار بدی هم نکرده. ایرانیا خیلی ها میخوردن و حتی یادم هندیا مسخره بازی، یعنی مختص ایرانی هم نبود، زنگ میزدن به اون موقع هم ایمیل جواب میدادن، زنگ میزدن به شماره پاسخگویی اداره مهاجرت و مسخره بازی، اینا وایرال شده بود، بریم ببینین هست. میگفتم ما دوست ما رفته استرالیا، داره پاسپورتش هم میگیره، ما اومدیم کانادا تو این سرما اینجوری شده اونجوری شده. اکثر خارجی های کشورهایی که اینا دوست نداشتن، حتی هند، اون فردر پروسسینگ که میخواد، شهروندی تو آمریکا هم حالتهای نادر، حالا شاید الان با آقای ترامپ بش حالتهای نادر 3 ماه بررسیش طول میکشید. و یادمه میگفتم برای اینکه مطمئن شیم شما تو خاک کانادا بودین، از این 8 تا 9 تا 10 تا مدرک این یه نرم شده بود، 6 تا 7 تاشو برای ما بفرستین. قبض‌های آب و برق تعداد زیادی نشون بده تو این 4-5 سال تو اکثر آدرسایی که ادعا کردیم. مثلا خب خیلی ها میان یه مهر ورود خروج و مثلا و بوده و هست و خواهدم بود جعل میکنن، ولی این براشون مهم نبود. ملیتایی که شک داشتن، مثلا قدیما میگفتن خیلی از کانادا میرفتن سوئد مهر نمیزده حتی رو پاسپورت ایران، بعد گم میشده، نمیفهمیدن که تو 3 سال 4 سال بوده. حالا الان اینا اصلاح شده، اطلاعات به پروازام دارن، من آمریکا دیدم، کانادا هم دیدم، ضبط میشه. و سر منم از 40 نفر 1 مورد بود مهراش نمیخوند، اشتباه کرده. مهرای عربی، کشور عربی و ایران اصلا اون الفباش 1 و 2 و 3 نیست، تاریخ ورود و خروج رو به الفبای عربی یا فارسی میزنه، مترجم میخواد، خیلی از این کارا میکرد. ولی مثلا میگفت با قبض موبایل، برق، گاز، بلیط های سفر، خیلی کارت های بانکی اعتباری و 8 تا 9 تا 10 تا مدرک میفرستادی. اگه کم بود یا خوششون نمیومد، من 1 مورد شنیدم، نه آمریکا تا حالا شنیدم، نه حتی نروژ، سوئد، کشورهای سختگیر شنیدم، من 1 یا 2 تا از دوستای ایرانیم که میشناسم شهروندیشون 6 سال طول کشید در زمان حزب محافظه کار. یعنی حتی 2011 12 که کردن توی حزب لیبرال هم، چون مال جدیدات پروسش فرق داشت، اونایی که افتاده بودن فردر پروسسینگ گفتن باید این پروسه طی بشه، ولی مثلا زمان لیبرالا اینو ورداشتن، ولی کسایی که اپلای میکنن 6 ماه بعد کارشون درست میشد، من جمله خود من 2015 اقدام کرد، و کسایی بودن که فکر کنم 2011 اقدام کردن، 1 سال بعد من 6 سال کارشون طول کشید و هیچ مورد عجیبی هم همین الان هم دارن 6 سال کانادا زندگی، حتی جزو اونایی هستن که امریکا هم نرفتن یا کانادا هم ترک نکردن. یعنی این موارد هم بود و هست و خواهد بود.
فکت پایانی و صحبت پایانی هم با شما عزیزان اینه. اول صحبت پایانی رو میگم، بعد عزیزانی که مثل همیشه خیلی محبت میکنن، لطف دارن تا آخر ویدیو میبینن، به فکت هم میرسن. صحبت پایانی هم اینه: در کانادا برخلاف خیلی کشورهای دیگه احتمال خیلی زیادم اگر حتی حزب لیبرال هم رأی بیاره، انتخابات اگر حزب لیبرال از 300 و خورده ای حوزه و نماینده 160 و خورده ای و نیاره، 50% و نیاره و سر بودجه احتمالا میره با NDP. اون مزایایی که NDP میخواد و نده، و اگرم بده خب مشکل چیه؟ ممکنه جوری سری بعدی محافظه کارا رای بیارن که مثل حزب لیبرال 10 سال 12 سال تو قدرت بمونه. یعنی اینم باید در نظر بگیر. اگه حتی لیبرال هم رای بیارن، اگه این وضعی که هست یعنی این قدم نگران کننده نیست، شاید اصلا 1 سال آینده با اینقدر رأیشون کم باشه 2-3 نفرم پیش میاد استعفا میدن، اینا مثلا نزدیک 51% نماینده رو داشته باشن، مجبور شدن یه انتخابات دیگه برگزار بکنن. پس اینو شما باید حتما در نظر بگیرین دوستان عزیز که جای نگرانی نده. و این نکته دیگه هم که بگم، مثل این قضیه که برای آقای تورودو بود که این میگم اون که همونجور که اون نقطه قوتش یکی خیلی بد باشه، مثل الان آقای ترامپ که 51-49 رأی آورده، شاید انتخابات اگه مثل کانادا بود 2 سال دیگه برگزار میشد و باعث میشد که یه 4 سال بشه، دورش بشه 6 سال، شاید هم بعد 2 سال قدرت از دست میده. به کانادا یه نقطه ضعفی هم که داره این فکت پایانیه. اگر مثلا شما با نماینده محلتون خیلی حال میکنید، اصلا حزب گرینه که فقط 2 تا کرسی، چه میدونم یک کرسی از 300 تا کرسی داره، دوست داشتین اونو انتخاب بکنید، شما فقط قدرتتون همینه. 330 تا نماینده، 160 خوردهشون که از هر حزبی باشه، میرن بین خودشون میشینن، یکی از اون 160 نماینده رو رأیگیری داخلی دارن و به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر کانادا اعلام میکنن. این نقطه هم دارن، حالا فشار مردم بیاد مثل الان عوضش بکنن، ولی این هم داستانشه که هم از دست مردم خارجه، هم ممکنه کسی به یه نوعی 10-12 سال 14 سال تو قدرت باشه. من فکر کنم بعضی از کشورها حالا مثل فرانسه هم نخست وزیر هم رئیس جمهور و 2 تا 5 ساله، ولی این دوستان میتونن در کانادا، میگم الان اگه تورودو هم محبوبیتش از دست نمیداد میتونه 14 سال 15 سال 20 سال در قدرت باشه و هیچ محدودیتی تا جایی که من میدونم تو این قضیه کشور کانادا نداره.